نغمه هنرمند مشهور افغانستان وفات کرده است. رازهای پشت پرده و زندگی باور نکردنی نغمه در کشور امریکا فاش شده است. طلاق نغمه از همسر دومش و مریضی نغمه که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغانستان، یکی از هنرمندان ماندگار در هنر موسیقی افغانستان که هنر آوازخوانی نغمه به 50 سال عقب برمیگردد. نغمه کارهای بیشماری برای هنر موسیقی افغانستان انجام داده است و ای را میتوان از جمله یکی از خانمان فولکلور در هنر موسیقی دانست. نغمه آهنگهای بیشماری به زبان شیرین پشتو ولی گاه زبان دری هم سروده است. ما بزرگ شده ولایت زیبای کابل است و ای تحصیلات دوره لیسه را در کابل به اتمام رسانید و در سن 18 سالگی ازدواج کرد. ازدواج اول نغمه ناموفق بوده است و از همسر اولش منگل که از جمله موفق‌ترین هنرمندان افغان بوده است جدا شد. نغمه با دخترانش در کشور امریکا زندگی میکرد. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید، هنرمند دیگر خوب کشور می باشد. نغمه در امریکا ازدواج دوم انجام داد ولی این روزها شایعات در صفحات مجازی درز کرده است که نغمه از همسر دومش هم جدا شده است، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا از طرف نغمه تایید نشده است و بگو مگوهای فراوانی که گویا نغمه وفات کرده است. این بگو مگوها تمامش دروغ می باشد. نغمه زندگی خوش و آرامی را با دخترانش در کشور امریکا دارد و در جریان ثبت آهنگهای جدیدش خواهد بود. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای نغمه بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.